بنا به گزارش‌های ده از جنگجویان خارجی از جمله تندگرایان تاجیک از سوریه و عراق گریخته به شمال افغانستان و نزدیک به مرز ازبکستان و ترکمنستان آمدند. خبرگزاری فرانس پرس روز دوم دکبر با تکیه به گفته‌های مقامات افغانستان و نیروهای بین‌المللی نوشت جنگجویان فرانسوی و الجزایری که از سوریه گریختند به شمال افغانستان رفتند و به صف اعضای گروه دولت اسلامی پیوستند که در این قسمت افغانستان اردوگاه دارد. به نوشته فرانس پرس بار اول است که حضور جنگجویان فرانسوی گروه دولت اسلامی در افغانستان مشاهده می شود و این علامتی آن است که جنگجویان رانده شده از عراق و سوریه به سمت افغانستان جنگ زده حرکت می کنند. باز محمد داور رئیس ناحیه درزاب در ولایت جوزجان که قسمت زیادش در دست داعش است گفته است که تعدادی از جنگجویان الجزایری و فرانسوی ماه نوامبر به درزاب آمدند. در بین آنها دست کم 2 زن بودند که آنها را چند چچن، ازبک و یک ترجمان از تاجیکستان همراهی می‌کردند. منابع امنیتی اروپایی و افغان در کابل در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس ادعای باز محمد داور درباره حضور شهروندان فرانسه در بین جنگجویان را تایید کردند، اما یک از آنها گفته است که ما نمی‌دانیم آنها چند نفرند. به قول باز محمد داور 3 الجزایری که در درزاب دیده شدند ظاهراً در سوریه و عراق بودند. با تخمین او ممکن است این افراد ولایت خراسان یک حلقه داعش در افغانستان و پاکستان را به مرکز اساسی آن در خاورمیانه وصل کند. گروه خراسان که سال 2015 در افغانستان ظهور کرد بخش‌های کلان در ولایت شرقی ننگرهار و کنر افغانستان را اشغال کرد، هرچند بین آنها و طالبان بعداً مناقشه سر زد. بعد این جنگجویان داعش به دیگر منطقه از جمله شمال و ولایت جوزجان در مرز ازبکستان پناه شدند و حمله‌های خونین هم در شهر کابل پایتخت افغانستان انجام دادند. محمد رضا غفوری سخنگوی ولایت جوزجان گفته است در ولایت جنگجویان تمرین می‌گیرند و گویا 50 کودک از جمله کودکان تا 10 ساله را هم به صف خود جلب کردند. او روز 9 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت در آخر گزارش‌هایی که با ما نشان می‌ده رسیده اونا را در طریق سرزره یعنی اصولی در ذاب هست تحت آموزش‌های تروریستی قرار میدن. اطلاعات ما داریم و از بابت نگرانی خود هم داشتیم. ساکنان درزا با خبرگزاری فرانس پرس گفتند که تقریباً 200 جنگجوی خارجی در نزدیکی روستای بیبی مریم اردوگاه تأسیس دادند. یکی از این ساکنان که خود را حاجی معرفی کرده است گفته است که در اردوگاه جنگجویان ملت‌های گوناگون از جمله فرانسوی هستند و لباس نظامی دارند. آنها موتورسیکل میرانند، به سرحد میروند و برمیگردند اما با کسی گپ نمیزنند گفته است این ساکنی درزاب. ولی دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز 9 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت در گزارش‌ها درباره حضور گروه دولت اسلامی در جوزجان مبالغه شده است. ما در جوزجان چندین بار عملیات انجام داده ایم و در آنجا برای اعضای داعش تلفات سنگین وارد کرده ایم. میپذیریم این را که داعش در جوزجان تحرکات دارد، اما عملیات های شب هنگام هوایی و زمینی و حتی نیروهای کماندوی ما در آنجا ادامه دارد و برای این گروه اجازه نمیدیم که در آن ولایت جا گیرند. فرانس پرس می نویسد بعضی از خدمات امنیتی اروپا به این نظرند که بعضی از جنگجویان از طریق تاجیکستان به افغانستان می روند. خبرگزاری مثال آورده است که دست کم 1 فرانسوی را ماه ایول در تاجیکستان دستگیر کردند و او گفته است که می‌خواست به افغانستان رفته به صف داعش بپیوندد. خبری بازداشت شهروند فرانسه در تابستان امسال از منابع امنیتی تاجیکستان به دست رادیو آزادی هم رسیده بود. به قول منبع این فرد یکی از شهروندان مسلمان تبار فرانسه بوده است. مقامات تاجیکستان هم از ظهور داعش در شمال افغانستان و نزدیک به مرز کشور اظهار نگرانی کردند و بیم دارند که ناامنی از آنجا به تاجیکستان سرایت می‌کند. در یک اظهارات تازه در روز 7 دکبر سیراج الدین اسلف وزیر امور خارجه تاجیکستان نگرانی کشور را در یک همایش بین المللی در شهر وین تکرار کرد. او گفت سر برداشتن نیروهای ایلاوگی افراطی در افغانستان به خصوص بازگشت جنگجویان خارجی از جمله اعضای گروه دولت اسلامی به شمال کشور به یک خطر جدی نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای سرحد جنوبی سازمان امنیت و همکاری اروپا تبدیل می‌یابد. ژنرال جان نیکلسون فرمانده نیروهای ایالات متحده در افغانستان قول داده است که داعش را در این کشور نابود می‌کنند و ماه اپریل امسال نیروهای آمریکایی بزرگترین بمب غیر اتمی با نام مادر تمام بمب‌ها را برای محو گروه از جنگجویان در ولایت ننگرهار به کار بردند. در آن زمان گزارش شد که این بمب بزرگ چند افراطگرای تاجیک از گروه دولت اسلامی را هم نابود کرده است.